توسل ائمه به فاطمه زهرا رضی الله عنها. ائمه ما در عین مقام والایی که داشتند در گرفتاری ها و مشکلاتشون متمسک به مادرشون زهرای مرضیه سلام الله علیها می شدند. امام صادق سلام الله علیه می فرمودند ما هر وقت مشکل و گرفتاری داشتیم متوسل به مادرمون زهرا سلام الله علیها می شدیم. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که این آخوند مدعی است که همه امامان اهل بیت در مشکلات متمسک به فاطمه می شدند، در حالی که انسان مسلمان در هر رکعت نماز این گونه تعهد می دهد: ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگارا، تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. و الله متعال می فرماید: أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. آیا معبودان باطل بهترند یا ذاتی که دعای درمانده را آنگاه که او را بخواند اجابت می کند و سختی و گرفتاری را برطرف می نماید و شما را جانشین یکدیگر در زمین می گرداند؟ آیا معبود برحقی جز الله وجود دارد ولی شما اندک پند می پذیرید؟ و شناختی که ما از امامان اهل بیت داریم این است که آنها اهل توحید بوده اند و در مشکلات و گرفتاری ها جز به الله متعال به کسی دیگری متوسل نمی شدند. چنان که در صحیفه سجادیه دعای شماره 20 روایت شده که پرچمدار توحید امام زین العابدین چنین فرمودند: اللهم اجعلني أسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. بار الها چنان کن که به هنگام نیاز از تو یاری بجویم و به هنگام نیازمندی به درگاه تو تضرع و زاری کنم و مرا میازمای و به چنان وضعی مبتلا مکن که به هنگام مشکلات و در تنگنا افتادن از کسی جز تو یاری بجویم و به هنگام بینوایی به پیشگاه کسی جز تو خاضع شوم و به هنگام ترس در برابر کسی جز تو تضرع کنم و بدین وسیله مستحق خواری و محرومیت و روی برتافتنت گردم. چگونه آنها به انسان ضعیفی متمسک می شوند که جان او در اختیار الله متعال است و اگر الله نخواهد نمی تواند برای خود کاری بکند؟ آیا چنین شخصی می تواند به ائمه و میلیون ها شیعه کمک کند؟ حتی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز طبق آیات قرآن کریم نمی توانستند برای خیش منفعتی را جلب و یا ضرری را دور رسانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد و اگر غیب می دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می ساختم و هیچ زیانی به من نمی رسید. من برای مؤمنان تنها هشدار دهنده و مژده رسانم. عقلتان کجا رفته است و به جای الله متعال متمسک به انسانهای ضعیفی می شوید که خودتان برای مظلومیت آنان اشک می ریزید؟ اگر ائمه شما آنقدر ضعیف بودند که برای رفع برآورده شدن حاجات خود به زهرا متوسل می شدند، پس چرا شما به آنها متوسل می شوید؟
أليس منكم رجل رشید؟ آیا در میان شما هیچ خردمندی وجود ندارد